الله الرحمن الرحیم. ما و شما وقتی که التحیات میخوانیم، در التحیات انسان مسلمان در نماز خود به هر کلمهش متوجه باشه که من چی میگم. وقتی میگیم که التحیات لله، یعنی التحیات تمام عبادت های زبانی. عبادت های زبانی وقتی که ما تسبیح میکنیم، وقتی که ما دعا میکنیم، وقتی در زبان خود حمد میگیم، این کلش خاص برای الله میکنیم. پس انسان مسلمان هیچ وقت زبان خود به غیر از حمد و ستایش الله باز نمیکنه. اگر برش دعا هم میکنه میگه یا الله تو سر من رحم بکن. اگر ذکر هم میکنه به طریق رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و همچنان وقتی که انسان در حقیقت یک تعهد با الله میکنه که یا الله من اینمی عبادت های زبانی خود خاص برای تو میکنم، به هیچ کس دیگه نمیکنم. و الصلوات، و دیگه صلوات یعنی هر عبادتی که توسط اعضای بدن انسان میشه. یعنی اگه من رکوع میکنم فقط برای الله میکنم، تعهد است. اگه من سجده میکنم فقط برای الله میکنم، که الله تعهد میکنی. در نماز وقتی که انسان استاد میشه، هر کلمه را که به الله میگه در حقیقت تعهد میکنه که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ کس نمیکنم. عبادت زبانی خود هم و عبادت بدنی خودم. نظر به نام هیچ کس نمیگیرم، فقط به نام تو میگیرم یا الله. مثلا حیوانه که ذبح میکنم فقط به نام تو ذبح میکنم. عبادت های بدنی، حج که میرم، رکوع که میکنم، سجده میکنم، کلش خاص پروردگارا به نام تو میکنم. و طیبات، و دیگه عبادت های مالی که اگر من مثلا مال خودم مصرف میکنم، این مال خود پروردگار ما به تو تعهد میکنم که این مال به خاطر ریاکاری و به خاطر این چیزا مصرف نمیکنم. مال خود هم در چی مصرف میکنم؟ به مجرای مصرف میکنم که یا الله تو برای ما اجازه دادی. الله برای ما در چی اجازه داده که مال خود مصرف کنیم؟ در نفقه خود، نفقه فامیل خود، در صدقات جاریه، در صدقات موقتی. اما مال خود در چیزهای ناروایی که در قرآن و سنت ثابت نیست، در اون من مصرف نمیکنم. این یک تعهد است. من مال خودم ناقی به خاطر سیالی، به خاطر شریکی، به خاطر ریاکاری مصرف نمیکنم. پس اینا اگر یک مسلمان با اینمی تعهدات خود در زندگی خود باقی بانه، یک مسلمان واقعی است و نماز از هم قبول میشه. و اینمی نماز است که ایره باز از فحشا و منکر دور میسازه. بسیاری کسا نماز میخونه، معنای نماز نمیفهمه. که الله تعهد میکنه لکن نمیفهمه که الله چی تعهد کردم. تو که الله تعهد کردی که مال تا بغیر از رضایت الله با دیگه چیز مصرف نمیکنی، پس چرا مال تا در ریاکاری مصرف میکنی؟ چرا مال تا در حرام مصرف میکنی؟ نماز هم میخوانی؟ به خاطر از اینکه یه متعهد خودم متوجه نیست. من انسان که متوجه از تعهدات خود باشه هیچ وقت رو نمشکنه. بعد از اینکه گفتیم التحیات لله و الصلوات و الطیبات و تعهد کردیم که الله عبادت زبانی ما و عبادت بدنی ما و عبادت مالی ما خاص به خاطر رضایت تو میشه و به نام تو میشه، باز میگیم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو باد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و رحمت الله بالای تو باد و برکات الله. اینه میره ما در حقیقت وقتی که سلام و رحمت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم، یک دعای سلامتی و رحمت است که پروردگار بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم و این سلام ما را الله چه قسم ملائکه الله چه قسم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ میبره. این مربوط به علم غیب میشه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ است. عالم برزخ که است مربوط به غیب میشه. این که بر از چه قسم سلام ما تقدیم میشه والله اعلم. ما و شما طریقش نمیفهمیم. چرا؟ ما و شما در عالم غیب گپ زدن نمیتونیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. باز میگیم السلام علینا، پروردگار ما را هم سلامت داشته باش، ما را زنده داشته باش، ما را ایمان ما را سلامت داشته باش، عقیده ما را سلامت داشته باش، اخلاق ما را سلامت داشته باش. السلام علینا و علی عباد الله. دیگه سلامتی الله برای کی باشه؟ به بنده های صالح الله. باز از میگیم که ما اشهد و شهادت میتیم. ببینه هر وقت در نماز خود میگیم اشهد و ما شهادت میتیم که الله اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش و شریعتش تطبیق شوه مستحق زمی هیچ کسی نیست الا الله و بغیر از الله سبحانه و تعالی. و اشهد و باز ما شهادت میتیم که ان محمدن که محمد صلی الله علیه و سلم که است عبدهی بنده الله است.
پس صفات الله را ما به پیغمبر نمیتیم. چرا؟ پیغمبرها کلشان بنده الله بودن. صفات الله مخصوص الله هست و محمد صلی الله علیه و بنده الله هست و رسوله و رسول الله هست. بنابراین ما شما در اتحیات اینمی تعهد را میکنیم و انسان مسلمان وظیفه‌اش است که آنچه که در نماز با الله تعهد میکنه در بیرون از نماز هم او را باید با مو تعهد خود چی باشه؟ باقی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما نماز میخوانیم در کلمه نماز ما باید به معنای نماز خود بفهمیم، متوجه باشیم و ما در تحیات شریف با الله سبحانه و تعالی عهد میکنیم در اول که میگیم التحیات و تمام عبادت های زبانی، یعنی تمام ذکر و ثنا و صفت که میگیم خاص برای الله سبحانه و تعالی بگیم و به دیگه بنده ها یا به دیگه مخلوقات ثنا و صفت نگیم. و میگه که لله امی عبادت های زبانی خاص برای الله سبحانه و تعالی، یعنی تمام امی ثنا و صفت و ستایش فقط به الله سبحانه و تعالی بگیم. و صلوات و تمام عبادت های بدنی، یعنی وقتی که ما رکوع میکنیم و سجده میکنیم فقط برای الله سبحانه و تعالی رکوع و سجده میکنیم، نظر میکنیم و قربانی میکنیم و دعا میکنیم فقط به الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و قربانی میکنیم و به دیگه مخلوقات عبادت بدنی نمیکنیم. مخلوق رکوع نمیکنیم. مخلوق سجده نمیکنیم. برای مخلوق نظر نمیگیریم. و طیبات و تمام عبادت های مالی، یعنی ما تمام مال خود یعنی برای غلط مصرف نمیکنیم و ریاکاری نمیکنیم در مال ما و برای که الله سبحانه و تعالی گفته ما به مصرف میکنیم مال ما را. السلام علیکم. و در این قسمت ما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام میفرستیم که السلام علیکم، سلامتی باد بر تو ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیگه سلامتی میفرستیم. و رحمت الله و رحمت الله سبحانه و تعالی باد بر تو و برکت از جانب و تعالی بر تو باد، یعنی ما دیگه به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سلام دعای رحمت میکنیم، سلامتی میفرستیم. و دیگه قسمت میگیم که السلام علینا و سلامتی باد بر ما و علی عباد الله صالحین و به بندگان صالح الله سبحانه و تعالی. اشهد ان لا اله شهادت میکنیم الله اله که نیست هیچ معبودی بر حق ذاتش عبادت گردد و قانون شریعتش تطبیق گردد الا الله و غیر از الله سبحانه و تعالی، یعنی ما به غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کس نباید نه عبادت کنیم و نه اطاعت از قانونش میکنیم و هیچ کس هیچ مخلوق نیست که مستحق ازی باشه که ما او را عبادت کنیم الا الله و غیر از الله سبحانه و تعالی. و اشهد و شهادت میدهم محمد که محمد صلی الله علیه وسلم عبده بنده الله سبحانه و تعالی و رسول و فرستاده است، یعنی ما به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عبادت نمیکنیم و فقط بر از ایمان داریم که پیغمبر ما است و اطاعت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از درس تحیات ما شما میایم به ترجمه اللهم صلی و اللهم بارک و دعاهایی که بعد از اینا هست. خب بخوانین اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم یا الله صلی رحمت بفرست علی محمد بر محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و بر آل و خانواده محمد صلی الله علیه و سلم کما صلیت چنانچه رحمت فرستادی علی ابراهیم به ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم
و بر اهل بیت ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید بسیار ستوده شده هستی مجید بسیار با مجد و عظمت هستی اللهم یا الله بارک برکت نما علی محمد بر محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و بر خانواده محمد صلی الله علیه و سلم کما بارکت چنانچه برکت نمودی علی ابراهیم با ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و بر اهل بیت ابراهیم علیه السلام انک حمید مجید انک یقینا که تو حمید بسیار با حمد و ثنا و صفت هستی مجید بسیار دارای مجد و عظمت هستی اللهم یا الله صل علی محمد رحمت بفرست بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و همچنان بر خانواده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کما صلیت همچنان رحمت فرستادی تو بر ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم بر خانواده ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید بسیار ستوده شده مجید بسیار صاحب مجد و بزرگی اللهم یا الله بارک علی محمد برکت بفرست بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و همچنان بر خانواده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کما بارکت همچنان که تو برکت فرستادی بر ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و همچنان بر خانواده حضرت ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید بسیار ستوده شده مجید که صاحب مجد و بزرگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله رحمت بفرست الله محمد بر محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و بر اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم کما صلیت چنانچه که صلوات یا رحمت فرستادی علی برای ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و بر اهل بیت ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید ستوده شده یا دارای حمد و ثنا و صفت هستی مجید بسیار بزرگ هستی اللهم یا الله بارک برکت بفرست الله محمد بر محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و آل و اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم کما بارکت چنانچه که برکت فرستادی علی ابراهیم بر ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و بر آل اهل بیت ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید ستوده شده مجید بسیار با عظمت هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی صلی رحمت بفرست علی محمد به حضرت محمد و علی آل محمد و خانواده محمد صلی الله علیه و سلم کما صلیت چنان که رحمت فرستادی علی ابراهیم و حضرت ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و به خانواده ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید بسیار با حمد و ثنا و صفت هستی مجید بسیار با عظمت و با مجد هستی. اللهم یا الله سبحانه و تعالی بارک برکت بفرست علی محمد به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و علی آل محمد و به خانواده محمد صلی الله علیه و آله و سلم بارک کما بارکت چنان که برکت فرستادی علی ابراهیم و حضرت ابراهیم علیه السلام و علی آل ابراهیم و به خانواده ابراهیم علیه السلام انک یقینا که تو حمید بسیار با حمد و ثنا و صفت هستی مجید بسیار با عظمت است. خب دعای دیگه که بعد از اینا ما شما دعا را میخوانیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستیم آتنا بده برای ما فی الدنیا
در دنیا حسنة نیکی ها را و فی الآخرت و در آخرت حسنة نیکی ها را و قنا و وقایه کن ما را عذاب النار از عذاب آتش دوزخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله ربنا تو پروردگار ماستی، آتینا بیدی ما را فی الدنیا در دنیا حسنتا نیکی و فی الاخرت و همچنان در آخرت حسنتا نیکی و قنا و نجات دی ما را عذاب النار از عذاب دوزخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله ربنا تو پروردگار ماستی، آتنا بده ما فی الدنیا در دنیا حسنتا حسنه و نیکی و فی الاخرت و بده ما در آخرت حسنتا نیکی و قنا و وقایه کن ما را عذاب النار از عذاب جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی ربنا که تو پروردگار ماست، آتنا بده برای ما فی دنیا در دنیا حسنت نیکی ها را و فی الاخرت و در آخرت حسنت نیکی ها را و قنا و وقایه ما را عذاب النار از عذاب دوزخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی ربنا که تو پروردگار ما هستی، آتنا بده برای ما فی دنیا در دنیا حسنتا نیکی یا حسنه و فی الاخرت و در آخرت حسنتا نیکی و قنا و وقایه کن ما را عذاب النار از عذاب آتش یعنی جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ماستی، آتنا بده برای ما فی دنیا در دنیا حسنه نیکی ها و فی الاخرت و در آخرت حسنه نیکی و قنا و وقایه کن ما را عذاب النار از عذاب جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی ربنا تو پروردگار ما سیاتنا بده برای ما فی دنیا در دنیا حسنه نیکی و فی الاخرت و در آخرت بده حسنه نیکی و قنا و وقایه کن ما را عذاب نار از عذاب دوزخ. یکی از دعاهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از درود در نماز خوانده در جای اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار، این دعا هم خوانده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما شما را میخوانیم. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم یا الله اینی یقینا که من اعوذ بک پناه میبرم به تو من عذاب القبر از عذاب قبر و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنة المسیح الدجال از فتنه مسیح الدجال و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنة المحیا از فتنه های زندگی و الممات و از فتنه های مرگ. اللهم یا الله اینی من اعوذ بک پناه میبرم به تو
من المأثم از گناهان و المغرم و از قرضداری